بچه ها ببینید اینجا رو چقدر زیبا درست کردن. اینجا آب چشمه است که لوله کشی کردن و از اینجا مستقیم میره پایین. یه استخره که میره مستقیم توی استخر. از اینجا اومدن یه کار قشنگ در آوردن، یه لوله و یه آبخور برای آبخوری گوسفند و حیوانات درست کردن که کارشون خیلی قشنگ و زیباست، واقعا عالیه. اینجا این شیر رو باز میکنن، این آبخور پر میشه برای گوسفندا و حیوانات و اینو باز دوباره کم میکنن که